هنوز هیچ گروه یا نفر مسئولیت ترکیشی مرگباری شب یکشنبه 13 مارت را به عهده نگرفته است. در یک ترکیش در پایتخت ترکیه حداقل 37 نفر کشته شده، 125 نفر مجروح شدند. ترکیش در ایستگاه اتوبوس‌های نزدیک خیابان آتاتورک در اطراف میدان مرکزی انکره رخ داده است. مقامات ترکیه گفتند که ترکیش بر اثر انفجار یک ماشین بمبگذاری شده رخ داد. این سومین ترکیش عظیم است که در 5 ماه اخیر در ترکیه رخ می‌دهد. در گذشته جنگیان گروه دولت اسلامی مسئولیت ترکیش را به عهده گرفتند. حالا در صحبت با ما مدیر بخش‌های آسیای مرکزی در رادیوی آزادی عباس جوادی همراه می‌شود. آقای جوادی، آیا معلوم است که چی گروه و یا تشکل می‌توانست این ترکیش را انجام دهد و هدف آنها چیست؟ این فقط کار گمان زنی و حدس و گمان هست، وگرنه اطلاعات دقیق، معلومات دقیق نه ما داریم، نه کسی دارد، نه مطبوعات ترکیه میگویند و نه اینکه تا حالا یگان کسی گروهی این مسئولیت رو به عهده گرفته است. اما یک دو نمونه از که حکومتداران، نمایندگان حکومتی ترکیه گفتند، از جمله گویا یک پارچه از انگشت کسی که این عملیات انتحاری کرده است، یک زنی که گویا متعلق و وابسته به حزب کارگری کردستان ترکیه بود، PKK بود، گویا از آن یافتند و از اونجا احتمالها و حدس و گمان بیشتر می رود که گویا این کار شاید کار یا خود حزب کارگری کردستان و یا اینکه یک گروه جدا شده از اون حزب باشد، ولی معلوم نیست. واکنش مقامات ترکیه به این حادثه چی بوده است؟ همین هست. اونها تا جایی که تا امروز، تا نیم ساعت یک ساعت پیش اطلاعاتی که از جانب مقامات ترکیه می آمد این بود که نشانه هایی دارند که گویا 2 نفر از اعضای سابق اعضای حزب کارگری کردستان آمده در این عملیات شرکت کردن. با ماشین میگویم پیدا کردیم، اتوماشینی که اونها اجاره گرفتند از جنوب ترکیه آمدن استانبول، از استانبول آمدن آنکارا و این کارو کردن. امروز طوری که میدانیم نیمه شب همون دیشب هواپیماهای ترکیه شمال عراق رو، یعنی جایی رو که گمان می‌رود که پایگاه نظامی حزب کارگران ترکیه، حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هست، بمباران کردن. این گمان زنی رو بیشتر میکنه که حداقل در ذهن حکومت ترکیه حدس و گمان، شک و حدس میرود بیشتر به طرف حزب کارگری کردستان. البته این رو هم می شود فهمید، من به هیچ صورت نمیگویم که درست است یا غلط است، نمیدانیم، اما میدانیم که هم حزب کارگری کردستان هم شاخه سوریه‌ای اون یعنی PYD در گذشته قبل از اینکه رهبر حزب کارگری کردستان اوجالان دستگیر بشود در لبنان در وادی بقعه پایگاه داشت و این پایگاه روابطی در ضمن با روسیه و KGB روسیه داشتن. این حدس و گمان در مطبوعات ترکیه به این حدس و گمان اشاره می شود، ولی اینها هنوز دلیل کافی برای هیچ کس نیست. می شود گفت که این ترکیش بیانگری در برابر تروریستان حساس و ضعف‌پذیر بودن ترکیه است؟ ببینید، هر کسی، هر دولتی، به خصوص دولت بزرگی مثل ترکیه با این همه جمعیت، به خصوص در شهرهای بزرگ کلان که چندین و چند میلیون نفر اهالی دارد، از قبیل استانبول و از قبیل آنکارا، و با در نظر گرفتن اینفراستروکتوری که مثلا کشورهای غربی نیست، به اون درجه سازمان یافته نیست، ضربه پذیر هست و در نهایت هیچ کس اطمینان و امنیت 100% در مقابل ترور ندارد و نمیتواند داشته باشد. ما حتی از نمونه
پریش میدانیم که عین همین و یا چیزی شبیه این البته در مقیاسی بزرگتر کلانتر انجام گرفت و در پاریس هم میتوانید بگویید که آمادگی نبود برای این. ضعف هست در مقابل ترور. تروریست ها همیشه ضربه میزنند و احتمال 100% جلوگیری از حمله تروریست ها هیچ جا نیست، در ترکیه هم نیست. تشکر. با سوالهای رادیوی آزادی مدیر بخش‌های آسیای مرکزی در رادیوی آزادی عباس جوادی پاسخ داد.